شرکت دانش بنیان مبتکر بتون سرین فعالیت خودش را از سال 1396 در زمینه تولید قطعات پیش ساخته بتونی مربوط به نمای ساختمان آغاز کرد. در ادامه این شرکت تولید پودر میکروسمنتش رو در دستور کار قرار داد و با توجه به فعال بودن بخش آرندی در این شرکت و مقایسه و افزایش کیفیتش نسبت به محصولات خارجی موفق به تولید پودر میکروسمنت شد و همکنون در حال صادرات این پودر به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه هستیم. شرکت سرین در طی این مدت با انجام بیش از 200,000 متر مربع نمای خشک موفق به اشتغال زایی در زمینه تولید، نصب و اجرای نما در افسان نقاط کشور و حتی کشورهای همسایه شده که این فعالیت رو به صورت جوینتی با بقیه شرکت‌های مطرح در زمینه نما انجام داد.